80 سال پیش زندگی در افغانستان چگونه بود؟ هشتاد سال پیش قبل از حملات ایالات متحده آمریکا، قبل از جنگ روسیه و قبل از تجربه مارکسیستی کشور، افغانستان مکانی بسیار متفاوتی بود. در دهه 1960 افغانستان به طور فعال در حال گذراندن روند مدرنیزاسیون و غرب زدگی بود. مردم شروع به پوشیدن لباسهای غربی کردند. مردان و زنان به طور یکسان در دانشگاه‌های سبک غربی شرکت می‌کردند و موترها در جاده‌های تازه اسفالت شده شلوغ می‌شدند. در عین حال افغان‌ها بیشتر فرهنگ سنتی افغانستان را حفظ کردند. اکنون با مجموعه عکس‌های شگفت‌انگیز از دهه 1960 زندگی در افغانستان را در این دوران بی‌نظیر به تصویر می‌کشیم. در دهه 60 این عکس در افغانستان بسیار نگاه‌ها را به خود جذب کرد. زنی با موهای طلایی و مردانی که به او خیره شده‌اند. اما بسیاری از مردم در دهه 60 نیز لباس‌های بسیار شیک و زیبا می‌پوشیدند. افغانستان به لطف اصلاحات پادشاه امان الله خان در دهه 1920 دارای نظام و تانک‌های مدرن شده بود. در آن دوران یک موتر جدید از میان یک تونل کوهستانی تازه ساخته می‌گذرد و دیگری نیز در تانک تیلی توقف کرده است. دختران و پسران در دانشگاه‌ها و مدارس به سبک غربی تشویق می‌شدند تا آزادانه با یکدیگر صحبت کنند. سرک‌های تازه اسفالت شده پر از موترهای جدید شده بود. در آن زمان کشور در حال گذراندن یک فرایند مدرنیزاسیون بود. اما بیشتر فرهنگ افغانستان لباس و سبک سنتی خود را حفظ کرد. حتی در کابل، بازارها به همان شکلی که در دهه‌های قبل بود، باقی ماندند. در اینجا یک غرفه سنتی تری را می‌بینید. و اینجا هم یک صحنه معمولی خیابانی را نشان می‌دهد. اگر دوست دارید عکس‌ها و ویدیوهای بیشتری از افغانستان قدیم را ببینید، پس در کامنت زنده باد افغانستان بنویسید و حتما این ویدیو را با دوستانتون به اشتراک بگذارید. ممنون که تا پایان با ما بودید.